سلام خدمت بینندگان عزیز. امروز میخوام در مورد مصاحبه شهرام شب‌پره با زیا هم صحبت کنم. بعد از این مصاحبه که علی زیا با شهرام شب‌پره انجام داد، شبکه‌های خارج نشین همگی به صورت کاملا یک صدا و با یک خط خبری به شهرام شب‌پره حمله کردن. از من و تو تا ایران اینترنشنال و غیره همشون حمله کردن به شهرام شب‌پره و گفتن تو چرا با کسی مصاحبه کردی که قبلا توی صدا سیما کار میکرده، واسه جمهوری اسلامی کار میکرده. خب این کاملا بهونه است. این مشخصه که کار کردن علی زیا قبلا با صدا و سیما یه بهونه بچگانه است و معتقدند که خط خبرشون هم اینجوری جلو بردن که خب شهرام شب‌پره ساده دل بوده و بررسی نکرده و گذشته علی زیا رو اینا رو و تو دام افتاده، تو دام جمهوری اسلامی افتاده. چرا این حرفا میزنن؟ خب چون شهرام شب‌پره مسلماً یک آدم پهلوی دوسته. خودش هم گفتیه تو مصاحبه‌اش، اون بنده خدا هم به دست و پا افتاد که من نمیدونستم و فلان و اینا، حجم‌ها بهش زیاد شد. فوراً گفتش که من خودم عاشق پهلویم و جمهوری اسلامی دوست ندارم و بر نمیگردم تو ایران، و گفتش که اون زمان رو خیلی بیشتر دوست دارم، زمان پهلوی رو. خب مسلماً مشخصه که باید دوست داشته باشه. خودش هم خاطراتش رو تعریف میکنه زمانی که مردم ایران در فقر به سر میبردن. خب یه عده که به دربار وصل بودن از طبقه متوسط وضعشون خوب بود، به خاطر همین باید دوست داشته باشه خاطرات موتور قوش و شمالش و کاواره هایی که خونده و اینا. حالا با شهرام شب‌پره کاری ندارم، با اینکه چرا حمله کردن به شهرام شب‌پره کار دارم. چون نمیتونید بگید چون زیا قبلا با صدا سیما کار کرده الان نباید باهاش مصاحبه کردین. بهونه خیلی بچگانه است. اگه اینجوری باشه اصلا نباید شما کلا با بی بی سی یا با ایران اینترنشنال مصاحبه کنید. هیچ کس نباید مصاحبه کنه. همین آقای سینا ولی الله که ملیجک دربار انگلیسه قبلا تو صدا سیمای ایران بود دیگه، یا همین آقای مزدک میرزایی، یا همین فرداد فرهزاد خودش اخیراً گفتش که من واسه پول کار میکنم، خبرنگارم، ایران اینترنشنال بیشتر میده، اینجا کار میکنم. اگه صدا سیما بیشتر پول بده اونجا کار میکنم، کیهان بهم بیشتر پول بده اونجا کار میکنم. یعنی برای من فرق نمیکنه، من برای پول کار میکنم و حقیقت برام مهم نیست. میرم تو جایگاهی قرار داری، اون جایگاه برای منافع ملی ایران خطرناکه و بیش از میلیون ها جوان ایرانی رو ناامید میکنی با اخبارت، مجبورم جلوت وایسم بهت بگم کارت خطرناکه. من کارم خبررسانیه. یه چیزم اینجا روشن بکنم، اتفاقا برخلاف خیلی از دوستان دیگه من دنبال منافع ملی ایران، عربستان، آمریکا جای دیگه نیستم. من کارم خبررسانیه. اصلا منافع ملی هیچ کشوری برای من اهمیت نداره. اگر خبری که میدم به ضرر منافع ملیشون باشه مشکل خود اون کشور، اگر به نفعش باشه مشکل خود اون کشور. اصلا کار من دیپلمات که نیستم که در فکر منافع ملی جایی باشم. خبرنگار اونی در واقع خبرنگار سوگیریش و بنگاه خبریش تعیین میکنه، کما که فرقی نمیکنه جمهوری اسلامی باشه یا بی بی سی. این که از کجا پول میگیرید معلوم میشه که بالاخره چی مینویسید. شما اگه الان شما میگید من منافع ملی هیچ جایی برام مهم نیست، فقط کارمو میخوام بکنم، خیلی خب فردا تشریف ببرید کیهان کارتون رو بکنید. وقتی که هیچ اگر اجازه بده میکنم، اگر پول خوب بده اجازه بده حتما میکنم. پول خوبم ممکنه باش، منم همین میخوام از شما بشنوم دیگه. خب حالا چرا شهرام شب‌پره رو زدن؟ چون شهرام شب‌پره توی مصاحبهش به دو تا نکته اشاره شد توی مصاحبه. یکی اینکه شهرام شب‌پره توی جنگ 12 روزه یه ویدیو حمایتی از مردم ایران و ایران گذاشتن مقابل حملات اسرائیلی، که این نکته بود. فارغ از این که خب بالاخره بخشی از مردم ایران کنسرت شما رو حمایت کردن، ولی اینکه تو دوران جنگ کنار مردم بودین آقا، اونم آره آخر نمیشه که اصلا چی. واقعا نکته بعدی این بود که گفت آمریکا جای خوبی نیست. عجبا که میگن این شهر قشنگه، لس آنجلس. من بر علیه لس آنجلس خوندم، چون مردم نمیدونن لس آنجلس یه جای داغونیه، آمریکا یه جای داغونیه، بیمه‌هاش خیلی گرونه، خطرناکه، ولی هیچ کی تا رو به من توفنگ نذاشته. من همیشه بیمه داشتم، من میتونم که دیگه شاید نتونه. بیمه داشته، غذاهاش تمام باد میاری،
چیزای اصلی زندگیت بده. اولی چیز اصلی زندگی خطره که اونجا هست. پسرت میری بیرون تو مدرسه که میزنه، این از امنیتش. از نظر غذاش هر چی میخوری باد میکنی، تمام دواست. این از اونش. این از بیمهش که مریض بشی بدبخت بشی، بیمه مجانی داره، بیمه دولتی، ولی باید پول بدی یه مقداری. یعنی چیزای اصلیش خوب نیست. دقیقا به خاطر همین حرفها حمله کردن به شهرام شب‌پره و خط خبری رو عرض کردم چجوری جلو بردن. منتها مستقیما نگفتن که آقا چرا آمریکا رو زدی. فقط یکی از پیج‌های پهلوی طلب، پهلوی دوست و سلطنت طلب این خط خبری رو خیلی رک گفت، سوتی داد. شهرام شب‌پره به دعوت علی ضیا لبیک گفته و در برنامه‌ای که او در کشور ترکیه اجرا می‌کند شرکت کرده و در آن برنامه از جنگ 12 روزه گفته و از اینکه آمریکا، کشوری که او از شر جمهوری اسلامی به آن پناهنده شده، بدترین جای دنیاست. شنیدن این که آمریکا جای خوبی نیست از یک خواننده لس آنجلسی طرفدار پهلوی که شب و روز اونجا تو کاواره و اینا میخونه، کنسرت داره و مدام داره عشق و حال میکنه، تأثیر بدی روی مخاطب ایرانی میذاره از نظر اونا. که ما سالهاست داریم آمریکا رو سفید میکنیم، مهاجرت رو سفید میکنیم، میگیم ایران خفقانه، ایران به درد نمیخوره، ایران امنیت نداره، ایران امنیت غذایی نداره، ایران از نظر بهداشتی به درد نمیخوره. سالها داریم این خط خبری رو پیش میبریم. حالا شهرام شب‌پره با یه مصاحبه زد زیر کاسه کوزمون. به خاطر همین حملات به شهرام شب‌پره زیاد شد و شهرام شب‌پره رو بهش حمله کردن. دیگه آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است، دیگه کاملا مشخصه. من دیگه در مورد زیاد صحبت نمی‌کنم. ولی آمریکا انقدر براشون مهمه به عنوان نماد غرب که با کوچکترین نقد به سیستم بهداشتیش، به سیستم آموزشیش، به سیستم امنیتیش، اینجوری به یک نفر که از خودشونه حمله میکنن.